اجنسی سخورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان دیگر اندازه و اسم شخصانی که نفقه از همه زیاد را در کشور میگیرند اشکار نخواهد کرد. نزاکت اودینزاده معاون رئیس اجنسی سخورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان روز 2 فوریه در دوشنبه گفت اسناد نفقه هر شهروند به خود او تعلق دارد و نباید در خبرها نشر شود. او گفت دائم به ما سوال میدید که نفقه کی از همه بلند است. دیگر به شما این خیل معلومات را نمیدهیم اگرچه به طور خطی هم مراجعه کنید. بجز از مقامات قدرتی کسی حق ندارد با اسناد نفقه شهروند شناس شود. همه گونه نفقه ها اگرچه بلند هم باشد در اساس فعالیت آدمان و در اساس قانون تعیین کرده می شود. در تاجیکستان یگانه مقاماتی که نفقه را تعیین میکند این اجنسی سخورتای اجتماعی و نفقه است، گفت نزاکت اودینزاده. اودینزاده در ادامه افزود بر اساس قانون‌های نو در تاجیکستان دیگر حد نهایی نفقه وجود ندارد و هر قدر مزد کارمند زیاد باشد همان اندازه حجم نفقه بیشتر خواهد شد. مخفی گشتن اندازه‌های نفقه در تاجیکستان در حالی است که 3 سال قبل نفقه عثمانی چندی از منصبداران و صاحبکاران رسانه‌ای شده بحث دوغ را به پا کرد. عبدالفتاح غایب رئیس سابق اجنسی ضد فساد ماه ینوری سال 2015 از تعیین نفقه معیوبی و هنگفت عثمانی برای افراد سالم و گذشته از این بعضی از مقامداران تاجیک اظهار نگرانی کرد و چند نفر نام برد که حجم نفقهشان از $1000 بیشتر بود. در میان آنها ناتالیا نظرشویeva رئیس سابق شورای مدیران تاجیک صادرات بانک با 17000 سومانی نفقه و امان‌الله حکومت‌الله رئیس سابق روی آهن با 8400 سومانی نفقه قرار داشتند. بعد از این سنجش افرادی که نفقه معیوبی می‌گرفتند و همزمان در اداره‌های دولتی کار می‌کردند شروع شد. 10 نفر مجبور گشتند که یا به کارشان در نهادهای ادامه بدهند یا تنها با نفقه معیوبی قناعت بکنند. عین زمان اندازه نفقه میانه در تاجیکستان 271 سومانی است.